دامپروری تو مناطقی خیلی مرغوب به صرف است، مخصوصا استان گلستان، گیلان و مازندران، به خاطر که مراتع تو زیاده. اما دوستان، تو موضوع دامداری یه موضوعی رو باید شما توجه کنین. از لحاظ بیزنسی و از لحاظ درآمدزایی شما میتونین بهترین موضوع سرمایه گذاری رو، همین دامداری رو تو استان گلستان در نظر بگیرید، چرا که شما 1/3 کل ارزش دام برای شما سود خالص تمام میشه و در کل تو 6 ماه شما میتونین یه موضوعی رو به سرانجام برسونید و اون مال رو، اون حیوان رو به بازار ارائه بدید. معمولاً به اون دامای نر توی گله رسیدگی خاصی میشه، به خاطر اینکه یه گوسفند میتونه در طول سال 2 بار زایمان کنه و گله شما رو دقیقاً در سال 2 یا 3 برابر بکنه. پس تو موضوع نگهداری دام و طیور، یکی بهداشت اون محیط خیلی مهمه، به یکی تغذیه‌اش و حتما از کسی که خب سالها تجربه داره تو این موضوع میتونین استفاده کنین. استان گلستان و استان گیلان به مراتب بهتر از استان مازندران، چرا که هم آب و هواشون کوهستانی و دشته و علوفه و مراتع بیشتر از جای دیگه است.